عبدالناصر محمدعلی ساکن 40 ساله دهه نوزمین جماعت عینی در ناحیه خراسان 1 سال پیش از روسیه برگشت. وی در ساختمان شهر مسکو با یک چند مهاجر دیگر کار میکرد، اما مشکلات زیادی مهاجران تاجیک را از نزدیک دیده است. با وجود این، به فرق از بسیاری از مهاجران، وی در زادگاهش شغل پیدا کرده زندگی عائله‌اش را تأمین میکند. با مهاجران روسیه رفتم کار میکردم اون طرف ها، حتی اون طرف روسیه هم قینه کارم قینه انا نیکم با حاضر پیش خونه با پیش مثلا فرزندانم همینجا دا هم کارو کرده روزها رو گذرانده استیم. عبدالناصر میگوید اکثریت مهاجرانی که در شهرهای روسیه قرار دارند هنری ندارند و برای اجرای کارهای وزنین مجبور میشوند. در صورت بازگشت به وطن بیشتری آنها بیکار میمانند. مردهایی که به هنر که ندارن انا میرم روسیه کار میکنم میان موجه با کار نیستن، مثلا با هنری با همین هنر با آموخته یاد گرفته مایم با هنری همین زندگیشون پیش برد میشوند. ما رفتیم دامجا کار کردیم دامجا قینه مثلا خونه کم هسته وزر و شرایط هم با وزمینتر شدگن بسیار بچه ها با گردونده استن مثلا با پتن کنیم با قین شدگن. خیلی ما همین شغل همین هنرمان بود اومده با همون نوره با دوام دادستیم. پس از بازگشت عبدالناصر مشکلات مهاجران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کند و میگوید که اکثریت جوانان تاجیک از روسیه دیپورت می‌شوند یا از عذاب و اذیت گریخته به وطن برمیگردند. حالا عبدالناصر یک جفت کرپاچه را با نرخ 1000 سامانه می‌فروشد. و میگوید طلبات به کار او زیاد است و توانسته است خانواده 7 نفرش را تأمین کند. مشتریان او نیز درباره مشکلات مهاجران تاجیک از جمله خویشاوندانشان صحبت میکنند. از مهاجرت های روسیه حاضر پیشتر کمتر ممکن سبکتر بوده است، حاضر به حد قین شده که پتن میگوید داکومنت میگوید رفت اومد انا عذاب در اونجا گذشتگی ها انا با روسیه هم تنج نیست. با زیاد شدن بازگشت مهاجران از روسیه بسیاری از آنها شغل ندارند و به صف بیکاران مردیکار بازارها میپیوندند. طبق معلومات رسمی خدمات مهاجرت ولایت ختلان در 7 ماه سال جاری 3000 مهاجر از شهرهای روسیه دیپورت شدند. رهبر این نهاد به رادیو آزادی گفت که بدون مشورت آنها حق ندارند آمار 11 ماه را افشا کنند. با افزایش بازگشت مهاجران پس از سخت شدن شرایط کار در شهرهای روسیه احتمال می رود که شماره بیکاران در کشور نیز بیشتر شود. مشکل کار و زندگی بیشتری مهاجران پس از بازگشت به وطن هنوز دشوار باقی می ماند.